همین زبان عربی رو دانستن شرط ضرور است یا که نه؟ برای آن آدمی که میخواهد علم شریعت را آموزد، بله، برای آنکه سخن الله تعالی و رسولش را شما بی‌واسطه برای فهمیدن امکانیت پیدا میکنید. لیکن شما اگر زبان عربی را ندانید، سخن الله تعالی و رسولش را به واسطه ترجمان میفهمید، به واسطه ترجمان، و این اینقدر لذت نمیدهد. یعنی اون وابسته به صنعتکاری و زباندانی ترجمان برمیگردد. اون ترجمان چه خیل زبان عربی را خوب میداند و چه خیل زبان روسی را مثلا خوب میداند. آدمی ترجمان در دو زبان باید متخصص باشد، چون که کمتر نادرست ترجمه کردن، حتی اگر درست هم باشد، به مرادف ها، اون مرادف حتی اختلاف علما است، آیا قرآن مرادف دارد یا ندارد. بعضی عالما میگن قرآن مرادف ندارد. مثلا یک کلمه 999 مرادف دارد در لغت. اگر همون 999 گیرید همین آیت کلمه ای که الله تعالی به همین آیت اختیار کرده است، همین کلمه گیرید و همون 999 مرادف سینونیم میگد به زبان یونانی، همون گرفته به همین مانید همین معنای نمیدهد. بنابراین میگن که قرآن مرادف ندارد. میگن لغت عربی اگرچه مرادف دارد، در تفسیر بله با مرادف هاش برای فهماندن وسیع تر کرده میشد. بنابراین آدمی که ترجمه میکند بسیار باید در دو زبان متخصص باشد، نازکی های دو زبان داند، زبانی که زبان عربی، دویمش زبانی که به اون زبان قرآن رو ترجمه میکند. نهایت باید متخصص باشد. بنابراین خوب است تعلیم گرفتن. مثلا برادرها برای دنیا شده زبان خطایی تعلیم گرفتن. در مدتی چقدر تعلیم گرفته برادر؟ زبان خطایی چند وقت تعلیم گرفته؟ 1 سال. 1 سال به زبان خطایی تعلیم گرفته است. برای دنیا شده. برای دین شده هیچ گپی نداره اگر زبان عربی آموزه. در 6 ماه گپ زدن زبان خطایی من برادر ما تعلیم گرفتیم. در 6 ماه زبان خطایی که الکای مردم که گپ میزنن. برای دنیا شده. برای دین شده. نمیخونه زبان رو دنیا شما است آخر. سفیر میشه، ترجمان میشه، یک دنیا کار است، هیچ گپی ندارد. بله. جزاک الله خیر. سلام علیکم. سلامت باش.